111 نداها از جهت ساخت چند خیل می شوند. نداها از جهت ساخت 3 خیل می شوند. یکم اصلی اه، آها، آبا. دویم تکرار وای وای، های های. سیم ترکیبی مبارک باشد، قند زنید. نداهای تکرار با دفیز نوشته می شوند. 112 نداها از روی معنا چند خیل می شوند. نداها از روی معنا 2 خیل می شوند. یکم نداهای احساساتی که حسه گوناگون انسانی را به حادثه های حیات افاده می کنند. مثال عجبا، اوهو، آه، آبا، های های، افسوس، آه، ای. دویم نداهای ارادوی که تابش های گوناگون امری را افاده می کنند. مثال های، ای، ایا، جیم، خاموش، تبریک، خیر، ویدا، بارکالله. 113 در زبان تاجیکی چند اعضای جمله موجود است. در زبان تاجیکی 5 اعضای جمله موجود است. مبتدا، خبر، معین کننده، پر کننده و حال. 114 چی را اعضای جمله میگویند؟ آن کلمه های جمله که با آنها سوال گذاشتن ممکن است اعضای جمله نامیده می شوند. 115 اعضاهای جمله به چند قسم جدا می شوند؟ اعضاهای جمله به 2 قسم جدا می شوند. مبتدا و خبر سر اعضای جمله، معین کننده، پر کننده، حال اعضاهای پیرو جمله. 116 فرق سر اعضا از اعضای پیرو در چیست؟ به اشتراک سر اعضا جمله پره ساختن ممکن نیست، اما به اشتراک اعضای پیرو جمله ساختن ممکن است. 117 مبتدا چیست؟ مبتدا سر اعضای جمله بوده عمل، حالت و یا علامتی در جمله افاده یافته به آن تعلق دارد. مبتدا به سوال های کی ها و چی ها جواب می شود. مثال مراد به جستجوی گوسفندان برآمد. کی؟ مراد. 118 خبر چیست؟ خبر سر اعضای جمله بوده عمل، حالت و یا علامتی مبتدا را می فهماند. خبر به سوال های چی کار می کند، چی شد، چی خیل است، کیست، چیست و غیره جواب می شود. مثال سلیم خرسند شد. 119 معین کننده چیست؟ معین کننده اعضای پیرو جمله بوده پردمت را از یگان جهت عمل، علامت، خصوصیت جدا می کند. معین کننده به سوال های چی خیل، چی گونه، کدام، از آن کی، چند، کی، چی جواب می شود. مثال جوره کتابی شوق‌آور خرید. چگونه کتابی شوق‌آور.
120. بیانیه چیست؟ بیانیه یک نمودی معین کننده می باشد. وی معین کننده را با افاده نام دیگری آن ایضاح می دهد و یا تأکید می کند. بیانیه به سوالهای کدام جواب می شود. مثال: نویسنده رحیم جلیل، عمه سلامت، رودکی شاعر، عصای استاد.